شکر خدای مهربان و وطن تنج و امن میکنیم که ما در فضای بسیار خوب طبابت میکنیم، زندگی میکنیم. برای همین ما از تقدیر خود راضی میشویم. خداوند ما را در همین زمان، در همین وقتی به دنیا آورده است که ما از بسیار نعمت‌های زندگی پیشرفته امروزه برخورداریم. از آن جمله دسترسی به علم داریم. ما میتوانیم علم بیاموزیم، کسب یاد گیریم، زندگی خود را خوبتر و نخستر سازیم. ما میتوانیم که طبابت کنیم، هر نمودی طبابتی که امروز در جامعه دسترس است. ما میتوانیم که مناسبت‌های خود را با تمام آدمان روی زمین درست کنیم. یعنی که ما مناسبت سازی کنیم. میتوانیم که تجارت کنیم، از علم تجارت استفاده بریم. میتوانیم که آشناهای زیادی پیدا کنیم در تمام گوشه و کنار وطنمان. بیرون از آن ما میتوانیم که آموزش علم نیاگان خود کنیم که نیاگان ما، گذشتگان ما از علم عرفان خبر داشتن و علم عرفان سبب آن می شود که ما امروز جهت طبابتی شفایی اون را استفاده میبریم و سلامتی خود را برقرار میسازیم، نزدیکان خود را به این وادار میسازیم تا اینکه سلامتی را یک ارزشی خیلی قیمت برای خود قرار بدهند و آن را دائم نگاه و بین کنند و این سبب آن شود که سلامتی هر یکی ما و شما نشان داده سلامتی ملت را بلند بردارد. و ما میدونیم که دو نوع طبابت است. یکی تنگی یعنی بدن، سوماتیکی میگوین، یکی روانی یعنی پسیخیکی میگوین که در عالم سوماتیکی البته ما پیشرفت های زیاد داریم، داروهای زیاد هستند که بدن ما را به صحتی وادار میسازند، ولی سمت روانی باز بهداشت خود را میخواهد و امروز ما با سخن، با گپ، با سکوت، با مدیتاسیا، با آن کارهایی که تاثیر میرسانند به فکرانی ما، احساسهای منفی ما را برطرف میکنند و ما جهان باطنی خود میسازیم. امروز این کارها رو میکنیم و البته از جمله سالمان قرار میگیریم. دو پله ترازوی ما یعنی پله سوماتیکی بدنی و روانی پسیخیکی برابر میشن و ما از هر دو جهت به دست میاریم نعمت سلامتی را و شفای کامل انشاءالله نصیب ما و شماست. چشمان خودم میپوشیم به عباره ای که ما از تقدیر راضی هستیم. ما از تقدیر راضی هستیم. این از دل درست بگذارانیم. بسیار مشکل است وقتی که آدم میگویند که البته شکر، ولی تگ دل آنها راضی نیست. تگ دل خود را راضی کنانید از تقدیری که به ما و شما شعور کیهان نوشته است. آن چیزی که در ما ثبت شده است می شود. ما اگر نقشه زنیم، ما اگر پلن‌های خود زنیم و آن را برای تصدیق کردن در کیهان دعا کنیم، آن وقت انشاءالله ما می توانیم که در تقدیر خود چیزهای بهترین را بیدار و فعال سازیم و آن قدرت و قوت‌هایی که در وجود ما خداوند گذاشته است به کار درآید و ما خوشبخت شویم. پناه به سوی خدا می طلبیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان سر می کنیم. و نیت شفا می شینیم. و خدا را در بین معینه سر گذاشته آرام می شویم.
آرام شوید، هم تن شما و هم روح شما. یکدیگر را حس نکنید. با حالت عجیب آرامی و آسودگی وارد شوید. سخنان ما گاهی از دور، گاهی از نزدیک شنیده میشن. آهسته آهسته شما به دنیای باطنی خود وارد میشوید و ما شما را کمک میکنیم و ما شما را همراهی میکنیم تا اینکه شما درست بروید و به خیال و به چیزهای دیگری داده نشوید. هر چه که لازم باشد آن را شما پیدا کنید در باطن خود و بدانید باطن ما و شما انعکاس کیهان است. پروژه کیهان در مینه سر ما و شما نهان است. از بدن خود را حس کنید. حس کنید دستان خود را. دست راست، دست چپ. حس کنید پایهای خود را. پای راست، پای چپ. حس کنید تخت پشت خود را. میان، تخت پشت، کتفان. حس کنید گردن خود را. حس کنید قفس سینه، شکم، قسم پیش گردن، گلو. حس کنید روی خود را، زبان خود را. حس کنید سر، چشمان، گوشهای خود را. که آواز ما شنیده می شود. آواز ما شما را به دنیای باطنی شما وارد ساخته. شما در آنجا از هر گونه چیزهای ناراحت کننده ای که جمع کرده بودید تازه می شوید و چیزهای نو را که شما را راحت می بخشند می احساسید. عالم باطنی خود را شما تازه کرده سالم می‌گردانید. این شای خدا. پس داده شوید به آن حالتی که شما رفته ایستاده. حالت است حالت آرامی. حالتی است که هوش شما و هوش ما پیوست است. و شما یک جریان نور، یک پتاک سویت در مینه سر شما وارد می شود. آن سر شما را روشن، درون شما را تازه می گرداند. شاید قوای زیادتی را از هر کجای بدن باشد می گیریم. کسی در کجا شدت حس می کند آن را گرفته و جای سستی می دهید. چشمان خود را نرم سازید. زبان خود را ملایم کنید. زبان مانند پرنده‌ای که بالای تخم‌های خود خواب می‌کند، در لانه خود همینطور زبان را در لانه خودش خوابانید. در زیر زبان شما گوهری سخن است. هر باره که شما زبان خود را به کار می‌اندازید، سخنانی میگویید که سخنان خوب هستند. و از این رو سر کرده از گفتار بد، سخنهای بد شما زبان خود را نگه می‌دارید. داده شوید به حالتی که شما را فرا میگیرد. حالتی آرامی است. حالتی مخصوص مینه سر. شدت زیادتی را بگیرید از عضوها.
حتی که دل باشد یا مغز سر یا اینکه دیگر عضوها ستون مهره و شما با جایی کم قوت بودنی بدن خود اون رو روان سازید. این کار رو هر کس خودش میفهمد، خودش میکند این کار رو. ما فقط شما رو با این وادار میسازیم یک پشت سرتان کشش خورده باشد، شدت معینه سر داشته باشید، در قفس سینه یا در دستان یا که در میان یا در عضوها یا در شکمتان باشد این شدت، آنها رو ملایم کنید. و بعضی ها در گلو دارن، ملایم کنید گلو رو. خلر خوب و نغز نشسته و در هم بدن نرم و ملایم شده. آهسته آهسته ما حس میکنیم که گردش خون در رگ و پیوند ما و شما درست میشود. مانندی که ما یک لتر رو در آب تر میکنیم، در بدن ما که گردش خون میشود، بدن ما وزنین فراهم میشود و قوای جاذبه زمین این وزنینی رو به طرف خود میکشد. قوای جاذبه زمین رو حس کنید. شدت زیادتی رو برهم زمین. آزاد زمین از ما قوه‌های کسلی آور رو جویده میگیرد و شما خسیس نباشید. آزاد میماند که این نوری کسلی کننده، پرده های سیاه، گره های بسته که از حساب فکرهای ویران، تاثیرات منفی مردم، طبیعت و احساسهای دیگر پیدا شدن، آنها را به زمین بریزانید. مانند که آب در بدن ما وارد می شود به واسطه نوشیدن و می براید به واسطه عرق کنی و پیشاب، همینطور نوری که در بدن ما وارد می شود، چه از کیهان باشد چه از دیگر جاها، و زمین رفته باید هر چیزی که در ما جمع شده بود آن را بشوید. گردهای کیهانی، آن ذریت‌های منفی که از کیهان در بدن ما میشینند، در روح ما میشینند. دم گیرید هم تن شما و هم روح شما. زمین مانند آهن را با همه سیاهی و زمینی رو میجود. باری وزمینی از کتفان و طرف زمین میرند، میریزد. پرده سیاه و وزمین از سر دیر آب شدن نیست میشن و شکم از تو میخوره. درون ما از کانال عبارت است. کانال های کاواک که در آن اگر محکم شود آن وقت روح نمی رود. روح که محکم شد انسان رو بدنش اذیت میگیرد، عذاب میکشد، کسل میشود. امروز راه های روحی ما گشاده میشود. همه چیزهایی که سخت شده بودند از بدن میگذرند. آهسته آهسته آنها به جنبش میدرآیند. مانند ترمه‌ای که از کوه میفراید،
همینطور آهسته آهسته و طرف زمین رفته از بدن ما بیرون می شود. همه خنکی، همه وزمینی، همه ناراحتی بدن ما را ترک می کند. حس کنید که چطور از وجود شما نور می گذرد، ترس می برد، ناراحتی ها را می برد، وزمینی ها را می برد، گیره ها را می کشد که جان در پای و در دیگر عضوهایی که سوز کار می کردن می دمد و ما قوت حس می کنیم. ما حس می کنیم به طبیعت هماهنگ شده ایم. خیال کنید با خیالتون این نور را بسازید و آن را از بدن گذرانید. بعضی ها خیال کردن نتوانند، حس میکنند. آن نوری که از بدن ما میگذرد از شما هم میگذرد و شما حس میکنید که چطور تازه شده ایستاده. غم میرود، ترس میرود، درد میرود، فکرهای ویران میرود. شما در درون خود یک فکر رو، یک گپی رو میشنوید. من میتوانستم که صحت باشم، فقط برای این خواهش کوشش در کار است که من این رو هر روز میکنم. خواهش کوشش در کار است که من هر روز این رو تکرار میکنم. از این روز سر کردم من این رو باز زیادتر میکنم، باورتر دارم، حس میکنم، روز تا روز صحت و سالم شدن میگیرم. البته این نور میتواند شکل شود و این شکل فرشته است که شما آن را میبینید، در خوابتان میبینید، حالا میبینید، حس میکنید که ما و شما در زیر طبابت آن هستیم. میتواند ایمونیتت ما را گوییم که ایمونیتت قوای مسئولیت ماست. این میتواند قوای الکترومغناطیسی ما باشد. دانشید با حالتی که شما را فرا میگیرد. نه تازه شدیم، روشن شدیم، بدن ما تازه شد. حس کنید نور را. ناترسی و دلیری شما را فرا گرفته است. بی‌دردی و آرامی و باوری شما را فرا گرفته است. در سریدی باوری، امید، در قفس سینه مهر، در شکم صبر، در ناف فراست. حس میکنیم صحتی را، دائم انتظارش هستیم. در تاری سر عقل، در پیشانه فکرهای نیک، خوب، تازه، در روی تبسم، نور، در چشمان چیزی خیر دیدن، در گوشها چیزی خیر شنیدن، در دستان برکت، در کتفان باری سبکی روزگار، در میان کمی مشکلات زندگی، دستان مهره رزق و روزی، در کف پایا استواری. شما چیزی که میخواهید، صحتی، خوشبختی و مقصدهای خود رسیدن، آن را البته عملی کردنی میشه با کارهای خود، با معاشرت و صحبتهای خود، با پرسش و با آموزش خود. و روز تا روز میبینید که شما با سلامتی نزدیکتر شده ایستادید. آن را میبینید، ضم میکنید، جمع میکنید و ناواسطه از آن که حتی دور هم باشید از ما. یک فکر خوب ما و شما را در فضای اطلاعاتی کیهان پیوست میکند که آن را نوسفیر میگویند و ما یکدیگر را حس میکنیم. خیرخواهی یکدیگر، دعای نیک یکدیگر و سالم و صحت شدن و شکرگزاری یکدیگر. و امروز در ما باوری پیدا شد که میتوانستیم صحت باشیم.
آدمی تبابت میکند، موافق قانون منطق صحت میشود، انشای خدا. آدمی میخواند، دانا میشود، انشای خدا. آدمی که از پی زندگی خود درست میکند، انشای خدا. و ما شکرگزار هستیم از خدا برای این تنجی و امانی و این بسته‌های تبابت. مردم با وصیتی سالمی دعوت کنید، روز تا روز بهتر شدن خود را بفهمید و درک کنید، بنویسید و نظارت کنید. و مردم حتی میگن که شما دیگرگون شدید. بعدشان دائم سکوت کنید، سکوتی کبیر، سکوتی بزرگ، و پیش از خواب و بعد از خواب. و خوابهایی میبینید که به شما خبرهای خوش میاد. روز تا روز بهتر و خوبتر شدن میگیرید. رسول اکرم را خواب میبینید. مردم با شما دیگر میشن. زندگی آسان، مردم مهربان، بخشش کلام و باوری به آن که ما از غیب شفا می‌یابیم. سبک و روشن و دم گرفته و خرسند و خوشوقت چشمان خدا ایسته